در جریان صحت‌شوی از پورنوگرافیا و دیگر رفتارهای نامطلوب شهوانی، همه وابستگان به استثنا با شکست‌خوری یا تکرار عادت‌های مجبوری خود دچار می‌گردند. گرچند که هر کاری از دستشان می‌آمده را انجام می‌دادند تا اینکه هوشیار مانند، ولی شکست خورده فعالیت را تکرار می‌کردند. بنابراین برای که شما این دهشت را که وابستگی پورن نامیده شده است غلبه کنید و حیاتی داشته باشید که همیشه می‌خواستید، شما باید این سیگنال‌ها را یا این حالت‌هایی که شما را به تکرار این دوره آورده می‌رساند معین سازید و ترک همه آنها یک و یک باره کنید. سیگنال‌های شهوانی موجودند که آنها را به آسانی شناختن ممکن است، مثلا تماشای نمایش‌های تلویزیونی، بعضی فیلم‌ها، نشستن ساعت‌های طولانی در ساحل و با آدم‌ها نگریستن، گفتن مجله‌ها یا رمان‌های اروتیکی. حل این مسئله خیلی عادی است. فقط از این حالت‌ها خودداری کنید، پس راحتان گشوده خواهد بود. اما سیگنال‌های غیر شهوانی را معین کردن قیمت‌تر بوده، مبارزه با آنها دشوارتر است. بعضی از آنها اینهایند: دلتنگی، کار نداشتن. اینها یکی از سیگنال‌های عمومی برای بسیاری از وابستگان است و راه حل مشکلی به کارهای سرمحصول جلب گردیدن و همیشه با کارهایی که عادتاً به شما پسند است مشغول شدن میباشد. تنهایی. پورنوگرافیا تنهایی را دوست می‌دارد. همین طور برعکس آن را کنید. خودتان را با دوستان خوب و اعضایان عائله‌تان احاطه کنید و از تنهایی کنار جویید. استرس و خستگی. کوشش کنید که از وضعیت‌های استرس در جای کار، مؤسسه‌ها یا خانه کناره‌گیری کنید و مخصوصاً با همسرتان. و هنگامی که این حالت‌ها رخ می‌دهند، راه بهترین آرام شوی این رو گرداندن به سوی الله سبحانه و تعالی بوده و این دعای زیبا را خواندن است. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني و ذهاب هم. یا الله، من بنده تو هستم و پسر بنده مرد و پسر بنده زن که تو فریدی هستم. پیشانه من در دست تو است. تو بر من نظارت داری. حکم تو بر من تصدیق است و تقدیرت بر من عدالت است. من تو را بر هر نامی که خود را نام گذاشته ای نازل کرده ای در کتابت و یگان آفریده خود تعلیم داده ای و یا در علم غیب بر خودت نگاه داشته ای. صدا میزنم تا قرآن را بهار قلب من و نور قفس سینه من، نست کننده غم و غصه من و سبک کننده اندوه من گردانی. و وقتی که شما خسته میشوید، بهترین راه کار این خاموش کردن دستگاه های اینترنتی، تاریک کردن حجره و فقط خواب کردن است.